آیا هنگامی که مرگ یعقوب فرا رسید شما حاضر بودید؟ در آن هنگام که به فرزندان خود گفت پس از من چه چیز را می پرستید؟ گفتند خدای تو و خدای پدرانت ابراهیم و اسماعیل و اسحاق، خداوند یکتا را، و ما در برابر او تسلیم هستیم. آنها امتی بودند که درگذشتند، اعمال آنان مربوط به خودشان بود و اعمال شما نیز مربوط به خود شماست و شما هیچگاه مسئول اعمال آنها نخواهید بود. اهل کتاب گفتند یهودی یا مسیحی شوید تا هدایت یابید. بگو این آیین‌های تحریف شده هرگز نمیتواند موجب هدایت گردد، بلکه از آیین خالص ابراهیم پیروی کنید و او هرگز از مشرکان نبود.